بسم الله الرحمن الرحیم. سوره بعدی که سوره قصص است، این سوره هم مکی هست، ادامه سوره قبلی هست و با سوره قبلی ارتباطشی است که در سوره قبلی دو سیاستمدار به شکل اجمالی بین دو سیاست الله متعال مقایسه کرد، سیاست فرعونی و هامانی و شداد و نمرود و سیاست داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام و همچنان عقیده سیاسی رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرد. در سوره القصص همین مسائل چی میشه؟ مسائل بیشتر توضیح داده میشه و به شکل تفصیلی بسیاری مسائل بیان میشه. این تقریبا 88 آیت است، نورکو هست، سوره مکی هست و ما و شما از اول فهمیدیم که فرق بین سوره های مکی و مدنی در این است. من زیاد تکرار میکنم چون بعضی دوستان هم ببینیم چهره های نو میاین، از این خاطر بفهمن چرا سوره را مکی میگن و چرا مدنی میگن. سوره ها را مکی به خاطر از این میگن که میگن در مکه نازل شده و مدنی او را میگن که در مدینه نازل شده. بعض علما میگن که مکی او است که قبل از هجرت نازل شده و مدنی او است که بعد از هجرت رسول الله صلی الله علیه و به مدینه نازل شده. با هم از نگاه احکام چی فرق داره؟ چون 13 سال اول رسول الله صلی الله علیه و آله کلش درس توحید میداد. حالا ما و شما اشتباه ما چی است؟ در خانه مسلمان پیدا شدیم 13 هفتم درس توحید نمیخوانیم. رسول الله صلی الله علیه و 13 سال اول درس توحید میداد و سوره های مکی که است کلش درباره توحید است، وجود الله، وحدانیت الله، توحید الله در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در شریعتش، در عبادتش، رد شرک در ذات میشه رد میکنه سوره های مکی، رد در صفات الله میشه رد میکنه، شرک در عبادات میشه رد میکنه، شرک در قانون میشه، عوض شریعت الله میخوایم قانون فرعون تطبیق شود، قانون هامان، قانون ابو جهل، قانون دارالندوه، اینا را کلشان رد میکنن. پس سوره های مکی زیاد ترکیزش سر چی است؟ سر اساسات ایمان است، اصول ایمان است. اما سوره های مدنی باز چی را بیان میکنه؟ فروعات دین بیان میکنه، نظام های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظام های مثلا احکام، حدود، قصاص، این کلش احکام باز چی میه؟ نماز و روزه و حج و زکات کلش در سوره های مدنی بیان میشه. پس این فرق است. وقتی که شما دیدن که در آغاز سوره گفته که سوره مدنی هست، بفهمین که زیادتر ترکیزی ازی بر مسائل اصولی اعتقادی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. طاسیم میم حروف مقطعات است. الله معنایش خوب میفهمه. ما با وجود از اینکه 20 سپاره قرآن ترجمه کردیم باز هم جاهل هستیم در مقابل علم الله. الله اعلم بمراده، ما نمیفهمیم. تلک آیات الکتاب المبین. الله متعال میگه تلک اشاره هست به دور، به بالا. این قرآن عظیم شان که است، این کلام با عظمت است، این بلند میگه، این آیات است، علامه های قدرت الله است. از کدام کتاب است؟ کتابی هست که مبین، کتاب آشکارا. الله متعال این آیات این کتاب است که بیان میکنه. چی را بیان میکنه؟ تمام اصولی که انسان ها در زندگی خود به اون نیاز دارن. اصول اعتقادی نیاز داریم، اصول سیاسی نیاز داریم، اصول عبادت نیاز داریم، اصول اخلاقی نیاز داریم، اصول اجتماعی. کل زیر الله متعال بر ما چی میکنه؟ میگه در این کتاب بیان میشه. فکر بکنین. نتلو علیک، الله متعال میگه تلاوت میکنیم برای تو، میخوانیم بر تو من نبأ موسی و فرعون بالحق. مقایسه بین سیاست که در رأس از او موسی علیه السلام قرار داده که سیاست پاک است، سیاست مثبت است، سیاست درست است، و فرعون سیاست مداری که در رأس از سیاست شیطانی که در رأسش فرعون است. پس ما و شما گفتیم دو قسم سیاست است، یکی سیاست اسلامی هست و یکی سیاست شیطانی هست. سیاست اسلامی در رأسش پیغمبرای معصوم قرار دارن، انسانهای پاک در رأسش قرار می داشته باشن، و سیاست شیطانی
کسایی که اونا شیطان صفت هستن در رأس از او قرار داره. وقتی برای ما یک سیکولر میگفت، گفت استاد این سیاست که است یک چیز چتل است، ناپاک است، باید دین دیگه گت نکنیم، از این خاطر ما بین دین و سیاست جدایی میریم. برشان بگیم ای گپ در حق خودتان درست است، چون سیاست شما چتل است، دینتان که از این چتل نمیکنین. اما چون سیاست اسلامی پاک است، در اصل از او پیغمبرها هست، از این خاطر سیاست اسلامی در اصلش کی قرار داره؟ پیغمبرها قرار داره. سیاست شیطانی را از دین دور کنین، سیاست پیغمبری را که در اصلش پیغمبرها هستن این باید در دین باشه. خب الله متعال میگه ما بر تو بیان میکنیم اخبار دو سیاستمداره، در یکیش موسی هست در اصل سیاست و در دیگهش فرعون است. بالحق ما این وقتی که بیان میکنیم الله متعال میگه دیگرها قصه میکنه آغشته به شرکیات و اشتباهات، اما الله در قرآن این با توحید بیان میکنه. چرا بسیاری کسا در قسمت موسی علیه السلام افراط میکنن، بعضی کسا در قسمت موسی علیه السلام تفریط میکنن، بعضی کسا هستن موسی علیه السلام بدیهی ها را برش نسبت میتن، بعضی هستن که موسی علیه السلام بیخی از مقامش بلند ایره چی میکنن معرفی میکنن، بعضی کسا هستن سر موسی علیه السلام تهمت میکنن، قصه های دروغ برش میارن که موسی علیه السلام فلانی نفر خفه ساخت، فلانی نفر دلش از دین سیاه کرد، او باز رفت در کوه طور باز الله ورشه. الله متعال میگه او قصه ها را گوش نگیرین، خبر موسی علیه السلام خبر صادقانه با توحید الله میده. ایره برای کی بیان میکنه الله؟ لقوم یؤمنون، برای قومی که اونا چی هستن؟ ایمان دارن. ان فرعون، الله متعال میگه این سیاست مدار شیطانی فرعون چند خصلت خراب داشت. سیاست مدارای کفری میگه 5 صفت دارن. سیاست مدارای کفری همیشه سیاست مدارای شیطانی تواغیت 5 صفت می داشته باشه. فرعون 5 صفت داشت. این 5 صفت باید بفهمی. صفت اولشان چی بود؟ که فرعون و رهبریت های فرعون صفت علا فی الارض، یا همیشه بدماشی میکنن و تکبر میکنن در زمین. شما همین ترامپ ببینین، عکسایش که ببینین پیش از اینکه رئیس جمهور شه ببینین چطور یک بدماش است. یک نفر میره صاحب سرش کل میکنن، دیگه صاحب میزنه وی میکنه. این میگه فرعون صفتا کس اول صفتشان چی است؟ که علا فی الارض، در زمین تکبر میکنن و بدماشی میکنن. این بدماش هستن، آدم معقول و درست نیستن. دوم صفت فرعون بدماش چی بود؟ و جعل اهلها شیعا. این سیاست مدارای بیدین که در رأس قدرت سیاسی قرار بگیرن باز اهل امی منطقه را تقسیم میکنن به گروه. شیعان یعنی گروه. تو حزب فلانی هستی، تو قوم پرست هستی و این قوم است، او قوم است، این گروه هست، او گروه هست. امی مسائل قوم پرستی و زبان پرستی و رنگ پرستی و اینمی چیزا را، تبعیضای نژادی را چی میکنن؟ ایره خوب ترویج میتن. این دوم صفت فرعون بود، مردم تقسیم بندی کرده بود. این طایفه بسیار خوبش است، این طایفه زشت است، قوم ما خوبش است، قوم شما خراب است، قوم ما باید پاچا باشه، قوم شما باید همیشه گدایگر باشه. این کلش میگه صفات سیاست مدارای شیطان صفت است مثل فرعون. سومی صفتش چی است؟ یستضعف طائفه منهم، که باز اینا یک طایفه که مؤمن هستن، معتقد هستن، موحد هستن، پیرو کتاب الله و شریعت الله و اطاعت از رسول الله میکنن، باز یا را ضعیف میسازن، سر از یا ظلم میکنن، یا را بندی میکنن، یا را بدنام میکنن، سر از یا تهمت های عجیب و غریب میکنن، قدرت برشان نمیتن، امکانات برشان نمیتن، خوب یارن اما تو دیگه پایمال کرده میره. این سومی عادت است از امو سیاست مدارای فرعون صفت. خب چهارمی چیه؟ خب علا فی الارض اول تقسیم بندی و قوم پرستی و گروه سازی و حزب سازی دو، یستضعف طایفه منهم سومش. چهارمش چی است؟ که یذبح ابناءهم، بازی اولادای مسلمان ها را بندی کو، در زندان ببر، بکش، اذیت بکن. دی خانه بری فرزندت کجاست؟ بندیست. از دیگر بری در کجا هست؟ او را کشته، فلانی کجاست؟ او را شهید کرده، او فلانی را بمبارد کرده. این صفات این سیاست مدارای فرعون صفت است. پنجمی چی است؟ و یستحیی نساءهم، که بازی چی میکنه؟ زنها را بسیار زنده و رشد میده.
بخیزین زنا براین از خانهایتان، بخیزین برین شوهرایتان را ترک بکنین، بخیزین برقصین، بخیزین لباسهای حجاب او سپردین، بخیزین شما در دفترهای ما بیاین، درآیین در دفترها، درآیین در جاهای فساد، درآیین در گناه و تو را بکشین. الا بتیشست این بازی‌ها دیگه تمام رو زن سالاری این بازی‌ها را چی میکنن دمی کشورهای کفری که بیری مردمایی که فرعون صفت هستن اینمی قاعده ایشان است انه کان من المفسدین. و صفت ششمی از اینا چی است؟ ببخشید من گفتم 5 صفت از این 6 راست. انه کان من المفسدین. دیگه چی است؟ که همیشه عادتشان نشر فساد است. تلویزیونش 24 ساعت فساد نشر میکنه، رادیوش 24 ساعت فساد نشر میکنه، برنامهش کلش فساد است، کلش. پاهنتونش هم کلش که بیری در بین پاهنتونش اختلاط و زنا و اینمی کارا هست. مکتبش ببینی فساد نشر میکنه، تمام روز اینمی عادت است. حتی در کشورهای غربی که شما برین، ما که رفتیم بعضی کشورها با تفلکایی که مثلا 5 ساله و 6 ساله هستن درسایی را دارن که دخترها و پسرها را یک جای میگه سویمینگ، آببازی یک جایی. این تفلکای خورده ببینی از خردترکی 9 سالگی سر از آب آورده اونجا چی سویمینگ یادشان میده. و بسیاری از درسای جنسی را که کل از چیز کلش به خاطر چی است؟ نشر فساد است، نشر فساد است. همین فیلم‌های اتاتورک، سریال‌های اتاتورک هست که در زمان اتاتورک کافر که پر شده حالی ترجمه میکنن میارن میپرتن، کل از فساد است، کلش قتل است. هر بچه‌ای که فیلم‌ها را سیل کنه اونم فیلم‌های سریال از سیل کنه از بچه بسیار قاتل خطرناک جور میشه. یک دوزی رو برشان یاد میده، قتل یادشان میده، تجاوزات جنسی رو نشان میده، فسادها رو نشان میده، کلش چی است؟ چرا؟ اینمی سیاست‌های کفری و بیدینی که است از یا که چی است؟ اینمی 6 صفت خطرناک دارن. این 6 تا قرآن عظیمشان چه کتاب با عظمت است. والله که انسان هم تو خوانده میره، تو مغز انسان چی میکنه؟ روشن میسازه. اصل روشن فکر قرآن تربیه میکنه. در افغانستان باز روشن فکر کی را میگفتن؟ هر کس که کافر میشد باز میگه فی روشن فکر است. هر کس که مرتد بشد میگه فی روشن فکر است. در حالی که روشن فکری در کجا هست؟ فکر روشن. قرآن عظیم شان است، کلی چیز برات یاد میده. عقیده خوب، عقیده روشن. الله نور السماوات، روشنایی فکری آسمان ها و زمین کی برات میده؟ الله. و نورید الله متعال میگه ما چی میخوایم در سیاست اسلامی؟ خیلی چی هست؟ الله متعال میگه و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا. الله میگه ما میخوایم که منت بگذاریم برای کسانی که ضعیف شدن فی الارض در زمین و نجعلهم ائمه. ما اینمی مردمای ضعیفه که تواغیت اینا را ضعیف میسازن اینا را رهبریت سیاسی بگردانیم، پیشوایان بگردانیم. و نجعلهم الوارثین، باز اینا را وارث از اونا بگردانیم. مثل که موسی علیه السلام الله متعال با کسایی که امروز ضعیف بودن فرعون با لشکرش غرق کرد و بر از اینا چی کرد؟ اینا را منت گذاری کرد، رهبریت سیاسی را بر از اینا داد و سرزمین از اونا را هم تسلیم از اینا کرد. و نمکن لهم فی الارض، باز الله متعال میگه ما امکانات میتیم بر از این مردم مؤمن حقیقی و نوری و نشان میتیم برای فرعون و فرعونی ها و هامان و این جنرالی که جنرال فرعون بود، به جنرال های فرعونی ها و جنودهما و لشکرهای از اینا منهم از ایشان چیزی رو نشان میتیم که ما کانوا یحذرون، که از او بسیار میترسیدن که دنیا از دست ما بره، حکومت از دست ما بره، قدرت از دست ما بره، هلاک شویم، غرق شویم. الله متعال میگه کلا برشان دادیم. اینمی سنت الهی هست. بر دشمنای خود یک فرصت میته، باز یک دفعه تو ذلیلشان میسازه که بسیار پامال و تکت تکه میشده باشن. و اوحینا، الله متعال میگه سعی کنین قدرت خدا بر شما ما نشان میتیم. الله متعال میگه بعضی کسا هستن که والا فلانی حکومت گرفت، اگر فلانی حکومت بگیره، قدرت بگیره، باز ما نیستیم، باز ما زندگی کرده نمیتونیم، ما را میکشه، از بین میبرن. الله متعال میگه که اگر ما بخوایم بنده خدا در خانه دشمنش تربیه میکنیم. ات مسلمان های قوی در امریکا و در اروپا و در استرالیا و در اینجا پیدا شده که دل از اونا را ماسیا کردن که هم تکنولوژی را میفهمند، هم سیاست را میفهمیدن، هم کامپیوتر را میفهمند، هم برنامه‌شون را میفهمند. الله متعال میگه باز ما ورده خانش چه قسم؟ ببینین مثالشه.
الله متعال میگه و اوحینا، اینجا وحی در لغت به معنای الهام یا خبر عاجل است. میگه ما الهام کردیم برای کی؟ در لغت یکی وحی لغوی هست و یکی وحی اصطلاحی. این وحی لغوی هست، یعنی الهام کردن به سوی هر کس، رساندن خبر بر یک کسی. الله متعال میگه ما الهام کردیم به مادر موسی علیه السلام ان ارضعیه شیر بتی امی فرزندکته. فرعون بسیار کلانکار بود، به خاطر از اینکه می پاچایی از دست نره. فرعون ایره بعضیا میگن که چه قسم شد، میگه فرعون از زبان مردم شنیدن، از زبان قوم موسی علیه السلام شنید، جاسوسایش خبر برش رساند که مردم میگن که یک کسی الله او را خلق میکنه که او بازی حکومت فرعون نابود میکنه. بعضی ها میگه خود فرعون خودید که کدام عذاب میایه قوم فرعون نابود میکنه و ای بنی اسرائیل چی میکنه؟ یا باقی میمانن. کسایی که تعبیر خوف میکردن یا برش گفتن که والله گپ سرزی است که کسی از این قوم مبرایه که باز تو هلاک میشی و از بین میری. از این خاطر این فیصله کرد، گفت که چی باید بکنیم؟ گفت ما یک کار میکنیم که باید اولادای از اینا به سرایی که تولد میشد اینجا باید کشته شوه که باز کسی پیدا نشه که باز قدرت از پیش ما بگیره. الله متعال امی کسی را که فرعون شکست میته نابودش میکنه، امیر الله متعال میگه ما در خانه خود فرعون تربیه میکنیم. مادر موسی علیه السلام که جگرخونی میکرد که ولی بچی مرا میکشه، الله میگه بچی تا پس در خانه برات روان میکنیم، در پالوی ازی که بچی تا روان میکنیم باز براتون کس ماشام میته. باز خانواده فرعون برای چی میدادن؟ ماش میداد که شیر بده، کالامو برش روان میکرد، کالای خوب تو شاهزاده ها را در خانهش روان میکرد. الله که حفظ بکنه این تو حفظ میکنه. الله متعال میگه و اوحینا الی ام موسی، ما الهام کردیم به مادر موسی ان ارضعیه که این تفلک شیر بده. فاذا خفت علیه، باز اگه سر فرزند ترسیدی که لشکر فرعون عسکرای فرعون بین و بکشن، برو فالقیه، پرتش فی الیم، در بین دریا پرتش، همی قسم پرت، هیچ رای نزن. ولا تخافی، ای برش میگه هیچ خوف نکو، ترس نداشت. ولا تحزنی، جگر خونم نباش. انا رادوه الیک، الله میگه ما با قدرت و عظمت خود، الله در جایی که قدرت عظمت خود بیان میکنه ضمیر جمع را میاره، این جمع تعظیم میگن، و در جایی که توحید بیان میکنه با ضمیر مفرد میاره، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد. الله میگه که این دموجه که انداختی هیچ جگرخون و غمگین هم نباش. انا رادوه الیک، ما در دریا میره حفظ میکنیم، آبا میره غرق کردن نمیتونه. متوجه هستین؟ هیچ چیز کردن نمیتونه. الله میگه که ما ایره پس رد میکنیمشه الیکی، به سوی تو ردش میکنیم که باز امرای ازو باز چی شوه؟ باز برای خاطر شیر دادن ازی برات ماشام بتن، پیسام بتن، کالای لکس هم برش بیایه. اینه عزت الله. و جعلوه من المرسلین، باز ما ایره میگردانیم از جمله پیغمبرا. همین موسی علیه السلام آل مادرش چون یک زن موحد بود، یک تا پرست بود، امر الله را قبول کرد، رفت فرزند خود در بین دریا انداخت. فالتقطه آل فرعون، میگیره گرفتن. لقطه چی را میگن؟ لقطه چیزی که در راه یافت میشه، در کتابای فقهی میگه حکم لقطه، در راه میری یک چیز را پیدا میکنی. فالتقطه، پس میگیره یافت. کی یافتی را؟ آل فرعون، امو مردمی که خدمتگارای یا اعضای خانواده فرعون بودن. لیکون لهم عدوا و حزنا، میگه یا چوری را گرفتن؟ میگه به خاطر اینکه اینمی بچگک هم دشمنشان باشه و هم سبب غمشان شود. اینمی را گفته به خانهشان که یا اینا بعضی اوقات از ما و شما بعضی چیزا رو بعضی مردم فکر میکنن به خیر ما هست، خبر نداره که اونمو که تور خیر تو با فایدهت فکر میکنه، اونمو برات غم میشه و جنجال میشه. گفت اما چیزا به خانه برشان بردم که یا بگیره نموره بگه که این والا صاحب چی خوبش تو که یافته بر ما چه خوب فایده هست و چطور چون الله گفت که نمیره برتان چی میگردانیم، اینمی برتان دشمنم میگردانیم و غمم برتان باز میگردانیم. ان فرعون، الله متعال میگه یقینا که فرعون و هامان دو سیاست مدار بودن و جنودهما و لشکر از اینا کانوا خاطئین، مردمای خطاکار بودن، زشت بودن، پیش الله به ارزش بودن. و قالت امرأة فرعون، میگه خانم فرعون وقتی که تفلک میبینه میگه که قرة عین لی، این ما روشنی چشم خود میگیرم، این نور چشم مسی تفلک. بر فرعون میگه ولک، و بر تو هم این نور چشمت شوه. لا تقتلوه، ای فرعون نکشیره،
عسى ان ینفعنا، میشه که بر ما منفعت برسانه، او نتخذه ولدا، یا این فرزند خود بگیریم بچه خانده ما باشه. در بین کافرها که بود بچه خواندگی زیاد رواج است، مردمای بیدین. باز زمان رسول الله صلی الله علیه و که آمد بازی منع شد، در شریعت منع از بچه خواندگی. و هم لا یشعرون، در حالی که اونا میگه، الله میگه نمیفهمیدن که شما میرین دگار دور دور در قریه ها از کرش میگرده که بکشن که او دشمن از اینشه، آل در بین خانهش است دشمنش اینجا میه. و اصبح فؤاد ام موسی فارغا، میگه گشت قلب مادر موسی فارغ، خالی. این کادت، میگه قدری مادر قلب ازی تنگ شده، بسیار چیز شد، نزدیک بود که بخیزه بر مردم، میگه که مردمی بچه‌م است. این کادت لتبدی بهی، نزدیک بود که بره آشکار کنه برازو که نمی بچه‌م هست. الله میگه لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر نمی بود که ما قلب زیر بسته میکردیم، الله ربط میگه دادیم قلب زیر، با حکم خود ما قلب زیر مستحکم ساختیم، لتکون من المؤمنین، تا از جمله مؤمنان باشه و صبر بکنه. و قالت، میگه می خانم گفت، مادر موسی علیه السلام، لاخته، برای خوارک موسی علیه السلام گفت، قصیه، برو در عقب از او، در پشت بیادرت، اما تو برو قصیش پیدا بکو، برو رو تعقیب بکن. فبصرت، میگه ای دخترک دید که بیه امو موسی علیه السلام که عن جنب، از دور، و هم لا یشعرون، میگه این دخترک هم تو سهل میگه تعقیب کرده میرفت و این فرعونیا میگه احساس نمیکرد. آلی میگه بردن راز در خانه در قصر فرعون. الله متعال میگه که ما میخوایم که ام مادر از این راحت باشه، ام بر از این مادر پیسه بیرته فرعون، چرا که با وقتی که دایه میگرفتن نه باز برای دایی خود چی میدادن؟ پیسه میدادن. الله متعال میگه و حرمنا علیه المراضع، میگه حرام کردیم بالای موسی المراضع، امو پستانهای شیر دیگه خانم ها را، من قبل و پیش ازی. فقالت، میگه آل دیگه که یار قدر زن آمدن و شیر دادن موسی علیه السلام هیچ کدام از یاد شیرش قبول نمیکنه. آل خوارک موسی میگه برازی، میگه فقالت، آمد بر زمین ها گفتن که هل ادلکم علی اهل بیت، گفایم بر شما راهنمایی بکنم به یک اهل خانواده که یکفلونه، کمی تفلک کفالت بکنن، هم شیر بتن، هم مثلا بشویش، هم کالا برش بتن، کل کارش بکنم، لکن برای شما، و هم له ناصحون، و او برشان هم خیرخواه هم باشه. یا قبول کردن اگر تو زن پیدا شود بیاین. الله متعال میگه قدرت ما بود، فرددناه الی امه، را برگشتاندیم به مادرش، که تقر عینها، که نور چشم و روشنی چشم چی باشه؟ مادرش باشه. ولا تحزن، و جگر خونم نباشه. ولی تعلم، و تا که مادرش بفهمه که ان وعد الله حق، وعدی الله حق است، ولکن اکثرهم لا یعلمون، الله اکثر از اینا میگه نمیفهمه. میگه وعدی الله چطور حق شد که آل دیگه بر ازی تفلکش پس آمد، و در مقابل ازی از خانواده فرعون چی میته؟ معاشم برش میته، چرا که تفلک چیز و لباس های شهزاده ها را هم بر ازی میاره. هر وقت دیگه بازی ها میگن که بسیار زیاد تشکر، ماشاءالله چه خوب تفلک کرد، نگاه کردی چه خوب زیبایی رو حفظ کردی و چقدر خوب است. ای نه، این میگه کلش الله متعال میگه کل نعمت ها رو برشون دادیم، لکن اکثریت مردم نعمت های الله رو نمیفهمن. ولما بلغ اشده، وقتی که میگه موسی علیه السلام به جوانی خود رسید و استوى، دیگه خوب آمد و جوان قوی و کامل شد، آتیناه حکما و علما، دو چیز الله میگه برش دادیم، سیاست و علم، یعنی هم دین برش دادیم، هم حکومت و سیاست برش دادیم. یعنی در اسلام جمع هست بین چی؟ بین سیاست و دینداری. این حالا میگه اردوی زیر برازی دادیم. و کذالک نجزی المحسنین، اینه می قسم ما انسانهایی را که محسن هستن. محسن کدام کسایی هستن؟ که اونا احسان میکنن. احسان چی هست؟ احسان چه قسم میگن؟ میگه که احسان کار کسی است که دو کارا میکنه، یکی احسن است و یکی اخلص و اصواب. یادداشت نگرفتین؟ خب اخلص که 100% به خاطر الله میکنه و اصواب به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنه، اینی عمل قبول میشه. احسن چی را میگن؟ دو شرط داشته باشه، احسان، اصواب و اخلص. در عملش چی باشه؟ در عملش احسان که دو چیز باشه، یکی در عملش ثواب باشه، اصواب میگن الف صاد واو ب،
اصواب چی مانا که یعنی به طریقه رسول الله صلی الله علیه و میکنه. و اخلاص چی مانا که در او اخلاص باشه، الف خیل لام صاد، که در او اخلاص برای الله باشه، 100% برای الله میکنه. ایره در عمل وقتی که دو شرط بود ای قبول میشه، ایره احسان میگه. و شخصی که کار میکنه ایره محسن میگه. باز خود محسن چند صفت داره؟ 2 صفت داره که ظاهرش اعمال نیک ظاهریش و باطنیش با هم فرق داشته باشه. او چی است؟ که باطنش آراسته تر باشه از ظاهرش. یعنی آن چیزی را که مخفی میکنه اوش بسیار خوبتر باشه نسبت آن چیزی را که پیشروی مردم میکنه. بعضی کساس پیشروی مردم بسیار خوب آدم است، خب باز اتاق رفت تناک ماند باز بد اخلاق است. این باز احسان نیست که وقتی تو در مخفی کارهایی را بکنی که از کارهای آشکارایت کرده چی باشه؟ بهتر باشه. بازور محسن میگه. و کذالک نجزی المحسنین، اینی قسم الله متعال میگه ما عوضی میتیم برای نیکوکاران. و دخل المدینه، میگه موسی علیه السلام داخل شد در شهر علی حین غفلت من اهلها، در وقتی که مردم از اینا در حال غفلت و بیخبری بودن. فوجد فیها رجلین، میگه در شهر دید 2 شخص هستن، یک قتلان که 2 نفر جنگ میکنن، یکی فرعونی بود ظالم و یکی هم ازمی مردمای مظلومی که در اینجا بود از بنی اسرائیل. هذا من شیعته، یکیش از قوم از بود، و هذا من عدوه، دیگهش از جمله دشمنانش که فرعونی ها بودن. فاستغاثه، پس طلب اغاثه و کمک کرد از موسی علیه السلام. الذی، کسی که من شیعته از قوم از بود، چیغ زد برش گفت که او موسی من تو مشکل گرفتار هستم. علی الذی، بالای کسی که من عدوه، که از دشمنش بود از فرعونی ها بود. موسی علیه السلام که آمد دید که زیر لغت خدا آورده انداخته، دیگه هم تو زده میره و زده میره و زده میره، لغت مال کرده این نفره. موسی علیه السلام اعصابش خراب شد، آمد این مردکی را که ظالم است ایره می فوکزه، میگه موسی علیه السلام یک مشتی را کش کرد. موسی علیه السلام همین مشتی که میگه کش کرد یا مشت موسویز دیگه که همین زد، فقضا علیه، میگه جای به جای، میگه مردک افتاد مرد. قال هذا من عمل الشیطان، گفت والله این از کار شیطان است. انه یقینا که شیطان که از عدو دشمن انسان است، مضل بسیار گمراه کننده هست، مبین آشکارا. قال ربی، موسی علیه السلام فوراً فهمید که من خب دیره به این اندازه نمیخواستم که بزنم که یتا بمره، خب من خواستم که نجات بدم، این یک بوکس کش کردم. قال ربی اینی ظلمت نفسی، گفت پروردگارم من بالای نفس خود ظلم کردم، فاغفر لی، مرا مغفرت بکو. فغفر الله، پس الله متعال را چی کرد؟ مغفرت کرد. انه هو الغفور الرحیم، چرا که الله متعال بسیار بخشاینده و مهربان است. قال موسی علیه السلام، حالا برای الله یک تعهد میکنه، میگه یا ربی، ای رب من، بما انعمت علیه، تو که انعام بالای ما کردی و مرا بخشیدی، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، پس من هیچ وقت نمی باشم ظهیر، مددگار یا کسی که در پشت مجرما استاد شده. فلن اکونه، پس من در پشت مجرما استاد نمیشم. فلن اکونه، پرهیزگار نمی باشم، ظهیرا، مددگار یا همکار برای مجرما. فاصبح فی المدینه، باز صبح داخل شد در شهر، خائفا، در حالی که خود موسی علیه السلام می ترسید، یترقب، و بسیار مراقبت میکرد، انتظار میکرد، تعقیب میکرد. فاذا الذی استنصره، میگه دید امون نفره که دیروز استنصره بالامس، که دیروز آمد پیش از بر مدد خواست از او دیروز، یستصرخ، و باز چیغ میزنه. خود از این مردکه ظالم بود، می خانه خراب بنی اسرائیلی، میگه ای آمد باز چیغ میزنه که او موسی علیه السلام بدادم برس. قال له موسی، میگه موسی علیه السلام برش گفت که انک یقینا، که تو لغوی، بسیار گمراه انسان هستی، مبین آشکارا. دیروز هم برای این مصیبت انداختی و امروز باز جنگ میکنی، معلوم میشه که تو انسان زشت هستی. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، پس وقتی که اراده کرد موسی علیه السلام که حمله کنه بالای او کسی که در دشمن از ایناست، دید که او ایر لط کرده میره، حالا موسی علیه السلام باز آمد که حالی نجات بده. قال یا موسی، برش گفت که ای موسی، اتريد ان تقتلنی، گفت آیا میخوای مرا به قتل برسانی کما قتلت نفسا بالامس، مثل که به قتل رساندی دیروز یک کسی را. این تريد الا ان تكون، تو نمیخوای مگر ای که باشی جبارا، بسیار ستمکار، فی الارض، در زمین. و ما تريد ان تكون من المصلحین، نمیخوای که از جمله اصلاح کارا باشی. و جاء رجل من اقصى المدینه، میگه یک شخصی آمد از جای دور از شهر،
یسعا که همون تو بسیار سعی و شتاب میکرد. قال یا موسی، گفت ای موسی، ان الملأ، گفت این لشکریان فرعون یأتمیرون، مشوره میکنن بکه در مورد تو لیقتلوک، که تو را به قتل برسانن. فخرج، فرار بکو، بیرون شو، اینی لک من الناصحین، من از جمله نصیحتگرا هستم به شما. فخرج منها خائفا، پس خارج شد، میگه موسی علیه السلام، از این قریه، از این منطقه، در حالی که ترسان بود. یترقب، اما تو انتظار میکرد و تعقیب کرده میرفت. قال، گفت رب ایر، پروردگار من، نجینی من القوم الظالمین، مرا نجات بده از این قوم ظالم. ولما توجه، وقتی که موسی علیه السلام توجه کرد تلقاء مدین، به طرف مدین، قال عسى ربی ان یهدینی، گفت که امیدوار هستم که رب ما، خالق ما، هدایت بکنه مرا سواء السبیل، به راه راست. ولما ورد ماء مدین، وقتی که موسی علیه السلام در پیش آب مدین رسید، همون چشمه که در مدین بود، وجد علیه امه من الناس، در اون جدید یک گروهی از مردم که یسقون، آب میگیرند، آب می نوشانند حیوانات خود را. و وجد من دونهم امرأة، دید دو طرف که یک دوتا خانمی هست، دوتا دختر هستند، تذودانه که اونا امو حیوانات خود گوشه کرده میرن، منع میکنن عذاب خوردن. قال ما خطبکما، موسی علیه السلام گفت که شما را چی شده؟ قالتا، او دو نفر گفتن که لا نسقی حتی یصدر الرعاء، گفت ما لا نسقی، آب نمیتیم به حیوانات ما، حتی یصدر الرعاء، تا که باز بگردن دیگه امو چوپان ها و مالای خود او میتن و که خوب خلاص شدن، باز ما آب میتیم. چرا این دخترها شرم داشتن، حیا داشتن، گوشه میبدن که خوب اونا خلاص شدن. بازی گفت که ما و ابونا شیخ کبیر، و ما دو تا دخترها به خاطر از این حیوانات آوردیم برای آب دادن که پدر ما یک شیخ کبیر است، یک ریش سفید بسیار کلان سال است. موسی علیه السلام فسقا لهما، موسی علیه السلام آمد و همین حیوانات از اینا را آب داد. ثم تولا، بعد از موسی علیه السلام رفت الی الظل، به زیر یک سایه درخت نشست. فقال، گفت که ربی ای پروردگار ما، اینی لما انزلت، ما به آن چیزی که تو نازل کردی الی به من، من خیر، از خیر فقیر، من بسیار فقیر هستم، نه آب دارم، نه غذا دارم، نه از این نعمت‌ها و ترا دارم، همینجا مسافر و مهاجر سرگردان همینجا هستم. فجاءته احداهما، پس آمد پیش شک زمین دو خانم هایی که او را دیده بودن، تمشی علی استحیا، که بسیار با حیا برا می رفت. قالت، گفت ان ابی یدعوک، که پدرمش شما را دعوت میکنه، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تا که پاداش بده برای تو اجوری آنچه که بر ما آب دادی. فلما جاءه، وقتی که پیش از آمد، و قص علیه القصص، موسی علیه السلام برش همون سرگذشت خود قصه کرد که این تو فرعون است، این تو ظالما بودن، این قصه ما فرار کردم. قال لا تخف، این برش گفته، این شعیب علیه السلام از گفت لا تخف، نترس، نجوت من القوم الظالمین، تو نجات پیدا کردی از قوم الظالمین. قالت احداهما، میگه که از این دو خواهر گفتن که یا ابتی، ای پدر من، استاجره، این میره به مزدوری و کار بگی، ان خیر من استاجرت القوی الامین، بهترین کسی که تو را برای کار و مزدوری میگیری هم قوی هست، هم انسان توانایی داره، جوان قوی هست، و هم امانتکار است که هیچ چشم غلط نداره، نظر غلط نداره. قال اینی اريد، شعیب علیه السلام از گفت که من میخوایم که ان انکحک احدى ابنتی هاتین، که من به نکاح بتم تو را از این دختر خود یکی از اینا را، علی ان تأجرنی 8 حجج، ای که تو مزدوری بکنی پیش من 8 سال. فاین اتممت 10، اگر تو تمام کردی 10 سال را، فمن عندک، بازو از جانب خودت است. این علما میگن که در مقابل 8 سال یا 10 سال که موسی علیه السلام خدمت میکنه، حال اینجا مسئله است که میگه یا مهر از این دخترها که است، خدمت حیوانات و همین چیزا از این دخترها هست، چون اونجا دخترها کار میکردن، حالی میره به عوض از اونا کار میکنه، پس این در مهر از این دخترها حساب میشه. و دو میره میگن که در شریعت شعیب علیه السلام اجازه بود که مهر در مقابل همی کار باشه، اما در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم باز کار کردن به پدر از اون نیست، در فامیل از اون نیست، بلکه در شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم مهر مال است که حق از دختر است، در وقت نکاح به خود دختر داده میشه، او پدرش و بیادرش و قومش تصرف کرده نمیتونه. از این خاطر شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم با شریعت از اونا اینی تفاوتش بود. و خب فان اتممت 10، اگر باز تمام کنی 10 سال را، فمن عندک، پس او از طرف خودت است نیکی. و ما اريد ان اشق علیک، و من نمیخوایم که بالای تو سختی بکنم. ستجدون ان شاء الله من الصالحین، تو باز مرا میافی ان شاء الله از جمله
نیکوکاران. قال گفت موسی علیه السلام ذالک بینی و بینک، اینمی پیمان است بین ما و شما. ایما الاجلین قضیت، هر کدام از امی دو وقته که 8 سال یا 10 سال که من تکمیل کردم، فلا عدوان علیه، باز نمی باشه بالای ما کدام جبری. والله علی ما نقول وکیل، و الله با آنچه که ما میگیم او گواه و شاهد است. فلما قضى موسی الاجل، وقتی که میگه تکمیل کرد موسی علیه السلام این وقت را، و سار به اهلیه، و امرای همسر خود حرکت کرد، پس میه به طرف خانه خود میه، پیش مادر خود میه. آنس من جانب طور ناره، میگه ای دید در راه دیگه خنک هست، سردی هست، دید به طرف کوی تور که اونجا یک آتش هست. قال لاهله، گفت برای خانواده خود امکثوا، شما میگه مکس بکنین، اینی آنست نارن، من میرم اگه کدام ذره آتش برای شما، من دیدم آتش را، لعلی آتیکم منها، شاید که من بیارم از امو آتش به خبرین، یا کدام خبری برای شما بیارم، او جزوه من النار، یا یک پاره یا یک توته از آتش بیارم، تا که لعلکم تستلون، تا که شما خود گرم بکنین. فلما آتاها، وقتی که این قسمت آمد دید که آتش نیست، یک روشنی هست، یک نوری هست، جای مبارکی هست. نودی من شاطئ الوادی الایمن، میگه بالای ازی صدا شد از کرانه امو میدانی که به طرف راست بود، فی البقعه المبارکه، در این منطقه، در جای با برکت، من الشجره، از یک درخت. میگه از همین یک صدا شد برش که ای یا موسی، ای موسی علیه السلام، انی انا الله رب العالمین، ما الله هستم که رب العالمین هستم. یعنی الله که موسی علیه السلام مستقیما گپ زده. و ان القی عصاک، گفت که پرتو عصایت. فلما رآها، پس وقتی که دید ای عصا را که تهتز و حرکت میکنه، که انها جان، مثل ازی که یک مار باشه یا جنواره، که اونا فکر میکنن که مار جن است. ولا مدبرن، میگه موسی علیه السلام با پشت دور خورد، فرار کرد. ولم یعقب، پشتر خودم سیل نمیکرد. یا موسی، الله متعال برش میگه ای موسی، اقبل ولا تخف، رویت دور بتی و نترس. انک من الامنین، تو در جمله کسایی هستی که در امن هستی. اینا الله متعال، باز ما و شما در روایت دیگه هم خواندیم که تسبیح الله گفته شد که الله متعال تشبیه با مخلوقات نشن. موسی علیه السلام در اینجا نور را میبینه، روشنی را میبینه، و الله متعال با اونمو شکلی که با موسی علیه السلام چه قسم گپ میزنه، مجموعی سوالا میشه. مثلا سوال، موسی علیه السلام با الله چه قسم گپ میزنه، یا الله متعال با موسی علیه السلام چه قسم گپ میزنه. ما میگیم الله متعال با موسی علیه السلام امو قسم گپ میزنه که به جلال و عظمت الله شایسته هست، تشبیهش نمیکنیم با گپ زدن مخلوقات. الله متعال در این منطقه چه قسم با موسی علیه السلام وحی نازل میکنه، امو قسم که به جلال و عظمت الله شایسته هست. این چوب و این درخت و این آتش و این نوری که ما و شما با چشم خود میبینیم، ایره هیچ کدامش به صفات و جلال و عظمت الله تشبیه نمیکنیم. الله ذات ذوالجلال است، با عظمت است، نیاز به هیچ چیز نداره. چوب و نور و آتش و موسی و درخت و ملائکه کلشان مخلوقات الله هستند، هیچ چیز مشابه با الله نیست. از این خاطر ما و شما میگیم الله متعال امو قسم با موسی علیه السلام گپ زده که به جلال و عظمت الله شایسته هست، و موسی علیه السلام یک پیغمبر اولوالعزم بود. الله متعال قدرت خدا با موسی علیه السلام نشان میده، و قدرت اللهی است که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی که الله حکم میکنه از اینمی عصا، یک مار را الله متعال خلق میکنه، و الله قادر است و قدرت و عظمت خدا به موسی علیه السلام نشان میده. و موسی علیه السلام که پیغمبر اولوالعزم است، و سایر نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، از انبیا نبوتشان به دست خودشان نیست، معجزهشان به دست خودشان نیست، الله برشان میده. و از اولیا هم معجزه به دست خود ندارن، بلکه کرامت اولیا، کرامتشان از طرف الله برشان عزت داده میشه. پس معجزه هم مربوط الله هست و کرامت هم مربوط الله هست. از این خاطر موسی علیه السلام خودش از معجزه خود اول چی میکنه؟ میترسه. الله متعال برش میگه که اقبل، رو دور بتی، ولا تخف، نترس، انک من الامنین، تو از کسایی هستی که در امن هستی. اسلک یدک فی جیبک، معجزه دوم موسی علیه السلام چی بود که میگه دست در جیب، در زبان عربی گریبان یا یخن میگه، تخرج بیضاء، که خارج میشه سفید،
من غیر سو، بدون از اینکه این کدام عیب داشته باشه. یعنی یک معجزه موسی علیه السلام همین دستش بود که وقتی که ایر از یخن خود میکشید مثل که یک آفتاب در دستش باشه، اینه میبره و برای فرعون و برای اینا میگه وضمم الیک جناحک، و پیوست بگردان به خود بازوهای خود را، من الرهب از ترس، فذانک برهانان من ربک، میگه این دوتا که است دلیل است، این عصا و این دست تو دو معجزه هست، من ربک الی فرعون، از جانب پروردگار به فرعون و ملائه و به لشکریانش، انهم کانوا قوما فاسقین، این یک قومی هستند که خارج شدن از اطاعت الله، این سیاستمدارای شیطانی هستند.